آقا یه درد مشترک 206 سوارا و جلو مهندسازایی که خدمات 206 انجام میدن چیه؟ 206 میان اگه لاستیک پن بندازن این قسمت گیر میکنه به لاستیک و اگر هم لاستیک پن نباشه معمولی باشه یه کمی بلبلینگ اکسل خورده شده باشه سرچرخ کج میشه و بازم مجدد گیر میکنه به این. حالا جلو مهندسازا دردشون چیه؟ میان این پیچو ببندن میبره. بیا بهت بگم چی کار کنی که این مشکل واسه مشتری پیش نیاد و این مشکل هم واسه جلو بندساز پیش نیاد. ادامه ویدیو رو ببین. خب دوستان قسمت چپ خودرو رو نگاه کنید، یه سوراخ رزوه‌ای اینجا هستش، اونو برای این کار گذاشتم. ببینید شما یه پیچ میاری میبندی این تو، و همین راحتی این در میاد و این ور خودرو هم راحت در میاد و میکشی بیرون. بازم ادامه ویدیو رو ببینید. خب دوستان ما میل موجگی رو وا کردیم. این قسمت رو نگاه کنید، یه گوشت اضافه ای داره. این قسمت ما میایم میزنیمش. خب دوستان ما اضافه شو بریدیم. خب الان خیلی هم میگن این میبری اکسل شروع میکنه صدا دادن. نه خیر، اتفاقا بهتر هم میشه. چراشو ببین تا بهت بگم. ببینید دوستان این کاسه نمد اینجا قرار میگیره و دور این باید بشینه به اینجا، درسته؟ و ببینید اینجا یه کنس داره. این کنس اینجا رو میبینید باید بشینه این داخل، باید بشینه روی کاسه نمد و چون که میل یک مقداری بلنده اکثریت توی مدل پایینا بیشتر این بیرون میمونه و شروع میکنه صدا میده. ولی الان ببینید وقتی میل نیست چقدر قشنگ رفته نشسته سر جاش، ولی اگر میل باشه این مقداری اینجوری بیرون میمونه. اینم دلیلم که میگم بهتر میشه و صدا هم نمیده. خب جلو بندی سازا واسه این که این قسمت رو چیکار کنید اینجوری پیش برید توش، این برجستگی رو میبینید، این برجستگی رو با یه سنگ میزنید. خب این تو رو گود میکنید، یه دونه پیچ میل ارتفاع 450 پیدا میکنید، میارید میذارید اینجا و جوشش میکنید دور تا دور. چرا ما این برجستگی رو برداشتیم؟ به خاطر اینکه اینو انداختید اینجا، وقتی بستیدش این بیاد سر جاش بشینه. خب دوستان ما این قسمت رو جوش کردیم، این پیچ رو، دستمون هم زخم شد و اینکه ببینید چقدر قشنگ کار میشینه سر جای خودش. تمام. یه مهره میبندی به همین دقت. خب بچه ما این 200 رو جمعش کردیم. این برو ببینید، این برم ببینید به چه دقت نشسته سر جاش. خوشت اومد یه لایک کن، بفرست واسه رفیقات. جلو مهندسازا 200 سوارا.